ولی نباید میزدمش، گناه داشت. چیزی هم نشده آخه که یه ذره لباسم خیس شده. احمد جان. بله. ببخشید امروز زدمت، واقعا اتفاق مهمی نیفتاده بود، نباید میزدمت. این کاغذو بگیر، قشنگ مطالعه‌اش کن، مطالعه‌اش کن، حالا بازش کن. اینو روز اولش شد؟ نه نشد. دیدی کاغذ اینو روز اولش نشد. رد یه سری از کارا با ببخشیدم درست نمیشه. حالا تو اون کنترل بردار. خب تلویزیون رو روشن کن. روشن نشد؟ نه. حالا بزنش. حالا روشن کن. روشن شد. دیدی عزیزم؟ تو کنترلی، کاغذ نیستی.